چند روز پیش جوانی که خودشو عقاب ایران صدا می‌زد با انتشار ویدیویی توی فضای مجازی به مردم مازندران توهین کرد. بریم ویدیوشو برای کسایی که ندیدن پخش کنیم. مازندران از تو آبهای آزادش گیلانم شکار کردم آوردم تو استخر خصوصی با من لاتی صحبت نکنید. امروز من آقا اومدم شب مازندران هر کی با داداشم علی مشکل داشته باشه میرم بالا سرش شبی خوب میزنم. آقا به ایران مایه. هنوز فیلمش داغ بود که پلیس فتا مثل یه عقاب واقعی پرید بالای سرش و اونو به همراه دوستش دستگیر کرد. بریم این ویدیوش هم ببینیم. جانم علی نیکنام ادمین پیج علی نیکنام پاور اورج عقاب که هیچ پشم نیستم و از مردم شریف مازندران معذرت خواهی میکنم. در فیلمی که بعد از بازداشت منتشر شد، عقاب ما خیلی سریع تبدیل به مگس شد و با چهره‌ای شرمنده گفت غلط کردم، ببخشید، از مردم شریف مازندران معذرت میخوام. حتی پلیس هم توی جوابش گفت بچه جون تو مگس هم نیستی چه برسه به عقاب، که البته این جدیدترین مصاحبهشه که ما اصلا این ویدیو رو برای اون ساختیم. بریم این ویدیویی هم که بهتون گفتم رو ببینیم و برگردیم. خب عقاب ایران شده مگس هم غلط کردم اشتباه کردم. خودش میگه شده مگس. با مردم شریف مازندران صحبت کن، هر چی دوست داری بهشون بگو. از مردم شریف مازندران معذرت خواهی میکنم. غلط کردم اشتباه کردم من عفو کنید. دوستش هم دستگیر شده تو ملارده. بناس فردا صبح بیارنش. اون نفر دومم فردا صبح میارن اینجا. این تصویر رو دیدید؟ بالاخره گرفتینش. به به اونم به جوش اومد. مازندران اصالت داره، مازندران تاریخ داره، کل کشور کل کشور. اصلا کسی نباید به خودش جرأت بده که به قومیت‌ها توهین بکنه. پلیس هم گرفت، خیلی کار خوبی کرد. به اشد مجازات باید برسه اصلا. ببین بچه تو خودتو عقاب معرفی کردی، فکر نکنم مگسی هم باشی برای مردم استان مازندران، برای مردم ایران ما. هم گوشیتو خاموش کرده بودی، هم صفحتو بسته بودی، هم جاتو عوض کرده بودی. در کوتاه‌ترین زمان ممکن همکارای پلیس و فتای من اومدن مثل عقاب بالا سر خود شمایی که یه مگسی هم بیش نبود. هر کسی بخواد خدای نکرده پا بذاره رو این خط قرمز ما، مطمئناً به شدیدترین وجه ممکن مردم کشور ما باهاش برخورد میکنن. داوود فتحی زاده، خبرگزاری پلیس. از اون طرف مردم جلوی دوربین گفتن مازندران جای عشق و صفاست نه جای توهین. توی شبکه‌های اجتماعی هم لقبایی مثل عقاب پلاستیکی، عقاب عقب افتاده، پشه ایرانی، مگس ایرانی و غیره برایش ساختن. علی نیکنام که 25 سالشه فکر کنم حالا یه درس حسابی پلیس بهش داده. خلاصه اینکه اگه دنبال پرواز توی فضای مجازی بالا سر مردم نباید پرواز کنی، چون بالاخره یا مردم میان بالا سرت یا پلیس میاد بالا سرت. به نظر تو بهترین ریاکشنی که پلیس میتونه به این اشخاص بده چیه؟ یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید. اینجا رادار خبره، ما سریع‌ترین و بهترین خبرها رو در طول روز به شما میرسونیم.